جامعه‌های ملتی شهر استاراوشان جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری را با روحیه و حس بلند افتخار از وطن و وطنداری استقبال می‌گیرند. دلیل این گفته‌ها برای مانده شدن عمل‌های شایسته سازندگی است که در همه سمت‌ها از جمله ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی عملی می‌شوند. صبح امروز رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به شهر استاراوشان تشریف آورده در جریان سفر با یک قطار تدبیرهای بنیادکاری و دیگر چاره‌بینی‌های آمادگی به استقبال جشن ملی شناس گردید. تاکید به مورد است که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استاراوشان جهت تطبیق با ثمر دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همکاری با بخش خصوصی در دایره هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور تدبیرها اندیشیده سال به سال با زیاد کردن شماره کارخانه‌های استحصالی در افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی حصه می‌گذارند. کارگاه استحصالی جمعیت دارای محصولات محدود عدل در جماعت دهاتی زرحلال با سهم و نقش صاحبکاری محلی منصور عمرов بنیاد گردیده آن اساساً به استحصال محصولات کودکانه و بچگانه بازیچه‌های گوناگون روانه کرده شده. در آن اساساً سه چرخه، گوهرهای جنبان، ماشینچه‌ها با تمغه‌های 707 606 605 استحصال کرده می شود. چطوری برای رئیس ولایت اطلاع داده شد کارگاه از 3 رشته استحصالی ترموپلاست، آهن و کفشیرگری و دوزندگی و رنگ و باردهی عبارت بوده. تجهیزات و دستگاه تکنولوژی از کشورهای اروپا و چین به مبلغ زیاده از 2 میلیون سومانی وارد و وصل و نصب گردیده است و در یک ماهی مثلا سال گذشته به مبلغ زیاده از 300,000 سومانی چنین نمودی محصولات استحصال کرده شده است. در خود یک سیخ استحصالی محصولات پلاستیکی 6 تجهیزات ترموپلاست گذاشته شده است که در آن با رعایت تکنولوژی‌ها تحت حرارت معیاری و فشار محصولات پلاستیکی به قالب ریخته شده قسم اساسی محصولات بچگانه برآورده می شود. اشیای خام، گرانولاها و تروبه‌های آهنی از فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان و چین وارد می گردد. بنا به معلومات الحال در جمعیت تا 70 نفر با شغل تامین گشتند و صاحبکاران عزم دارند من بعد با وسیع کردن دایره استحصالی نامگوی محصولات را تا 25 نمود رسانیده شماره کارمندان را به 150 نفر برابر نمایند. رئیس ولایت رجب احمدزاده با از نظر گذرانی روند استحصالی و بازدید از حدود و انبار محصولات تیار کارگاه به صاحبکار آید به استفاده با ثمر حدود کارخانه، آبادانی محیط اطراف، عملی نمودن تدبیرهای سبزکاری و خرمگردانی توصیه و پیشنهاد داد. محصولات استحصالی جمعیت در برابر تامین بازار داخلی همچنین به صادرات برآورده می شود و من بعد حجم صادرات باز هم بیشتر کرده خواهد شد. یعنی به این وسیله صاحبکاران محصولات رقابت پذیری وارداتی وصل کننده استحصال می نمایند که این از راه و عامل‌های مساعدت به بلند برداشتن نیروی استحصالی و صادراتی است. امروز قریب تا 22 نمود محصولات بچگانه محصولات مختلفی بچگانه استحصال می نماییم که محصولات ما اساساً فوتونچه می باشد، فوتونچه کلیاسکه می گوییم، راهپیما خدمات، سه چرخهای بچگانه ویلی بعداً گهواره استحصال می نماییم که جمع قریب 22 نمود محصولات را استحصال می کند. مؤسس کارخانه عمرов منصور جان هدف چهارم مملکت استراتژی مملکت را به اینوبت گرفته تصمیم گرفت که استحصالات محصولات بچگانه را وسیع نماید و محصولات رقابت پذیر گردد و محصولات وارد شونده را ما عوض نماییم. حاضر محصولات ما اساساً صادرات میشد به جمهوری ازبکستان و جمهوری قزاقستان. آینده در نظر است که ما همین صادرات محصولات را به جمهوری قزاقستان و جمهوری روسیه براه مانیم. من برات و مولوده در همین کارخانه کار و فعالیت میبرم. رحمت به حکومت، رحمت به جناب عالی که همه زنهای ما را با کار تامین میکنند. شرایط خوب داریم. ما از حساب آنها زنها با کار تامین میباشند، معاش خوب میگیرند. در همین کارخانه ما 60 نفر زنها کار و فعالیت میبریم که به شرافت دستگیری های جناب عالی صاحبکاران همه کارخانه ها را تشکیل میکنند و ما زنها را با کار تامین میکنند. و همچنین رهبریت مقامات اجراییه و بخش کشاورزی را جهت استفاده عاقلانه و با ثمر میدانهای کشتی همین موضع و توسط آن کشت و استحصال بیشتر محصولات پالایزی ها را
دستور داد. در شهر استاراوشان در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و با دستگیری از 1300 روز مهنت ضربدار، تدبیرهای زیادی بنیادکاری و سازندگی وسعت می‌یابند که در عملی شوی چنین تدبیرهای نیکی سازندگی صاحبکاران وطن دوست شهر استاراوشان نقشی باسزا دارند. با سهم صاحبکاری محلی اسکر ایشانوف اقدام شایسته بنیاد و استفاده دهی مؤسسه تا مکتبی خصوصی براه مانده شده است که در انشاءات مذکور الحال کارهای پردازی و آبادانی باقی ماندند. رئیس ولایت با بازدید از رفت بنیاد کودکستان خصوصی به چنین عمل شایسته صاحبکار بهای ارزنده داده جهتی در آرایش و دیزاین گروه و حجره‌های کودکانه بیشتر استفاده نمودن صنعت رسامی و معماری جوابگو به ذوق و شوق کودکانه را توصیه داد. بینای کودکستان 2 آشیانه بوده، در آن 6 گروه موجود است که در هر کدام آن تا 20-25 نفر تربیت گیرنده با تربیه تا مکتبی فرا گرفته می شود. در مطابقت با استانداردهای رشد تحصیلات تا مکتبی در هر گروه انشاءات علاوگی با شرایطهای معیاری گیگینی و سریعتری ساخته شده، همزمان آشخانه بر هوا و تالار مشغولیت گذرانی، انشاءات لباس عوض‌کنی از امکانیت‌های مساعدت به تربیت تا مکتبی کودکستان است. رئیس ولایت ضمن صحبت و ملاقات با اهل معارف چون تاکید داشت که در شهر استاراوشان باید شماره کودکستان ها زیاد کرده شده. در هر یک جماعت باید چنین مؤسسه های تا مکتبی زمانوی با شرایط های خوب معیاری بنیاد کرده شوند. بنیاد و استفاده دهی بینای نوی مؤسسه دولتی مرکزی عائله و کودک در شهر استاراوشان از اقدام و تشبس‌های دستگیری اجتماعی کودکان و فرزندان از عائله‌های نیازمند، یتیم و بی‌پرستار و گروهی معیوبیت داشته است. رئیس ولایت رجب احمدزاده در مرکزی عائله و کودک با امکانیت‌های معاصر دستگیری اجتماعی کودکان شناس شده. با کودکانی الحال تربیت داشته که 17 نفر هستند و با اهل کارمندان صحبت صمیمی انجام داد. تأکید گردید که دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همیشه این قشر جامعه را تحت توجه قرار داده، نسبت به آنها غمخواری ها ظاهر می نمایند. به همه تربیت گیرندگان مرکز لباسی گرمی زمستانه و دیگر تحفه ها تقدیم کرده شدند که این باعث بالیده روحی کودکان گردید. بینای نوی بنیاد شونده برای فراگیری تا 50 نفر کودکان پیش بینی گشته، بنا به معلومات با وارد و نصب دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی در مرکز تبابت از روی همه نمود توانبخشی جسمانی و ذهنی و برقرارسازی سلامتی کودکان براه مانده می شود. از امکانیت های خوبی مؤسسه عائله و کودک این خدمت رسانی های اجتماعی دخالت بروقتی است. مؤسسه همچون مرکزی منطقوی فعالیت می برد و در آن کودکان معیوب از شهر و ناحیه های استاراوشان، دیوشتیچ، ظفرآباد، شهرستان، عینی، مسجد به توانبخشی و دستگیری اجتماعی جلب می گردند. در همه 4 گروه از 10 تا 12 نفر کودکان در یک وقت از خدمت رسانی های انکشاف کودک استفاده خواهند برد. در بنیاد انشاءات مذکور مقامات اجراییه، صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشه سهم ارزنده دارند. ما نیاز داریم که در گروه دخالت بروقتی، یعنی که شعبه دخالت بروقتی که در آنجا گروه های بودوباش روزانه و کوتاه مدت می شود، در آنجا کودکانی که امکاناتش محدود هست یا اینکه با قفامانی انکشاف جسمانی و روانی هستند قبول نموده خدمت‌های اجتماعی میرسونیم و برای این البته تجهیزات‌هایی که برای انکشاف کودکان، انکشاف سنسوری کودکان لازم است دسترس کرده برای خدمت رسانی اجتماعی مهیا میکنیم. در 3 نوبت برای انکشاف کودکان امکاناتش محدود تجهیزات‌ها وارد گردیدند که این تجهیزات‌ها البته برای سنسوری اند که برای انکشاف نطق، انکشاف حرکت، انکشاف سامعه روانه کرده شده است. چون در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایتی سوخت، اعضایان حزب خلق دموکراتی توجیکستان در شهر استاراوشان با شرایط‌های معاصر کار و فعالیت فرا گرفته می‌شوند. با این مقصد در مرکز شهر استاراوشان پهلوی بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بینای نوی مأموری حزب خلق دموکراتی توجیکستان بنیاد کرده خواهد شد. با اشتراک رئیس ولایت رجب احمدزاده و دیگر فعالان و اعضایان حزب با گذاشتن نامه به نسل‌های آینده سنگ اساس برای ساختمان بینای مأموری کمیته اجرایی شهری حزب خلق دموکراتی توجیکستان در شهر استاراوشان گذاشته شد.
طبق لایحه طرحریزی شده بنا 3 آشیانه با تخانه بوده. در آن حجره ها و اتاقهای کاری، تالار مجلسی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان جای میگیرند. ضمن ملاقات با فعالان و اعضایان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر استاravshan بیان گردید که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان طول فعالیتش ثابت نمود که حزب عملی کننده آرمانهای خلق تاجیک است و هدف و مقصد اصلی راهبر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این مهیا سازی شرایط‌های خوب زندگی برای مردم شریف تاجیکستان، عملی سازی هدف‌های شایسته مساعدت به نیک احوال مردم، حمایت منفعت‌های ملی، حفظ ارزش‌های ملی و رشد همه ساحه‌هاست. در شهر استاravshan سالهای آخر بیناهای زمانوی استقامتی بسیار آشیانه و بلند آشیانه بنیاد می‌یابند که این از تدبیرهای با منزل‌های تامین نمودن شهروندان است و چون این بیناها با طرح و نمود معاصر به شهر زیبایی خاصه می‌بخشند. بینای استقامتی بسیار آشیانه با مرکز خدمت رسانی از جانب صاحبکار محلی ساخته شده. با استفاده دهی آن در آشیانه یکم بینا مرکز خدمت رسانی چون مغازه فروش لباس‌های مردانه، مرکز سودا، داروخانه جای گرفتند و به این وسیله تا 15 نفر با جای کاری تامین گشتند. بینای استقامتی از 46 حجره عبارت بوده. راهرو و حجره ها با طبع و ذوق خاصه آرایش یافتند و در ساختمان بینا اساساً محصولات وطنی بلند صفت استفاده شدند. رئیس ولایت به اقدام صاحبکار بهای خوب داده افزود که این صاحبکار وطن دوست در فدراسیون روسیه نیز فعالیت دارد و با استفاده از سرمایه در وطن چنین انشاءات زمانوی بنیاد نموده است. با استفاده از اعلان رشد سیاحی و هنرهای مردمی اهل هنری استاravshan به دستاوردهای خوب نائل می‌گردند. محض با استفاده از امکانیت‌های فراهم آورده شده هنرهای قدیمی اجدادی از نو احیا گشته آن با آمیزش صنعت معاصر رشد می‌یابد. رئیس ولایت با مسئول دستان هنرمندان از جمله محصلین کالج هنرهای مردمی شهر استاravshan در همینجا شناس شد. سوزنی ها در 60 نمود از همه منطقه های کشور در اینجا جمع آوری شده. همچنین کارتسازان و چوبکاران، رسامان و کندکاران، دوریدگران، طراحان و چیوران، شیرینی پز و قراقدوزان محصول دستانشان را به معرض تماشا گذاشتند. از سطح کسب و هنر آموزی در شهر استاravshan رئیس ولایت قناعتمندی اظهار نموده در رونق و رواج هنرهای دستی مردمی نقش کالج هنرهای مردمی را ارزنده دانست. اهل صنعت شهر استاravshan با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت صاحب قصری با شکوه معاصر خواهند گشت. آن در بلندی یکی از موضع‌های زیبا و دلربا باغ فراغتی استراحتی مرکزی شهر موقع می‌گیرد. رئیس ولایت در همینجا با لایحه انگاری ساختمان قصر فرهنگ و مجسمه شاه اسماعیل سامانی شناس شد. تاکید گردید که برای شهر استاravshan اهل ضیا، هنر و صنعت شهر بنیاد چنین یک انشاءات زمانوی ضرور است و همچنین باغ فراغتی استراحتی نیز تجدید و نوسازی گشته برای ساکنان و شهروندان موضع خوبی استراحت و آسایش مهیا کرده می شود. اهل هنر و صنعت شهر به حکومت جمهوری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای آغاز چنین اقدام و تشبس‌ها اظهار سپاس نمودند. کشاورزان و خواجگیداران شهر استاravshan کارهای کشاورزی و دهقانی را در این مرحله دوره زمستان وسعت می‌دهند. یک خوابمانی و شودگار زمین‌های کشتونده، میدان باغات و بین قطار درختان از عامل‌های زمینه‌گذاری به افزون نمودن بازده زمین و بلند برداشتن حاصلناکی محصولات کشاورزی است. رئیس ولایت به این سمت خواجگیداری در شهر استاravshan توجه ظاهر نموده در مهلت‌های اپتیمالی پرره انجام دادن این تدبیر اگرتکنیکی را از مسئولین تقاضا نمود. برای گذراندن شودگار خوش صفت آمادگی تکنیک‌های ساحه مهم بوده. از جانب متصدیان ساحه در این سمت تدبیرها عملی شدند. باید گفت که با نظر داشتی آب و هوا و اقلیم منطقه در شهر استاravshan نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌های کشاورزی ولایت سوخت این تدبیرهای اگرتکنیکی نسبتاً دیرتر عملی می‌شوند. اویدی تکنیکی خوجی قشتاق در حدود شهر استاravshan 668 عدد را تشکیل نموده. تا امروز 601 عدد آماده کار می باشد و امروز در 3 جماعت‌های دهاتی شهر استاravshan، جماعت دهاتی زرحلال، جماعت دهاتی صبرستان و در جماعت دهاتی نجانی مقدار تکنیکایی که کار کرده ایستادن 73 عدد بوده.
дар як рӯз аз 200 то 220 гектар шудгор карда истоданд. ва аз тарафи бозрасии назорати давлати техникаи кишоварзӣ дар 10 ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Истаравшан 64 адад маркази хизматрасонии техникӣ ташкил карда шудааст, ки аз ин 6 адад маркази хизматрасонии оилавӣ мебошад. ва имрӯз барои деҳқон аз тарафи бозрасӣ шароитҳо ба тамоми маврид муҳайё карда шудааст. то имрӯз дар ҳудуди шаҳри Истаравшан 11400 гектар шудгор гузаронда шуд. сокинону аҳолии шаҳри Истаравшан дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти эҳтиёҷоти оилавӣ ба давраи зимистон маводи хӯрокову ғизоӣ захира менамоянд. дар ин самт сокини деҳоти ҷамоати деҳоти Зарҳалол Насим Бобоев намуна аст. раиси вилоят бо ташриф ба хонаводаи мавсуф бо намунаи захираи маводи ниёзи мардум шинос шуд. аҳли хонавода ки аз 8 нафар иборатанд, равған, орд, гандум, картошка, пиёз, сабзӣ, турб ва дигар сабзавоту донагиҳо, биринҷ, шакар, намак харидориву захира намуда онҳоро дар зарфҳои ғунҷоишии мувофиқ барои захира нигоҳ доштанд ва дар давраи зимистон аз ин захира бемалол истифода мебаранд ва талаботи истеъмолии аҳли хонаводаро дар ин давра қонеъ мебахшанд. раиси вилоят ба ин тадбири хонаводагӣ баҳои хуб дода, онро барои сокинони ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд намунаи ибрат донист. раиси вилоят дар шаҳри Истаравшан сокини 92-сола Роҳат Азимовро аёдат намуд. мафсус собиқадори соҳаи маориф буда дар муассисаҳои томактабӣ солҳои дароз фаъолият бурдааст. ӯ соҳиби 8 фарзанд, 48 набира, 19 абира аст ва имрӯз дар ҳалқаи онҳо давлати пирӣ меронад. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ба Роҳат Азимова саломатӣ хоста нақши ӯро дар рушди соҳаи маориф ва тарбияту ба воярасонии насли худогоҳ муҳим арзёбӣ намуд.